امروز مادرم زاد روز داره و باید برای او یک تحفه خوب بگیرم. شاید گل جالبتر باشد. پس میرویم گل میخریم. سلام علیکم. کدامش زیباتر باشد؟ سلام. مادرم زاد روز دارند. مثلا برای زنان مادرم با این گل‌ها گیرد نقصر است. این گل‌ها باشد اباجام برای دخترایش خوب است. اینش برای نغزیده‌ها. اوه. یعنی شما همه این گل‌ها رو میدونید که بله. کدامش برای کی است؟ بله. چند سال شد گل میفروشه؟ 5-6 سال شد که من همین صاحب کار میکنم گلبا. بعدی درس پیش کم می اومدم هر خیلی بوکتای خوشرو گلای زیبای خوشرو میگرفت هر چی میسوخت من حواس میکردم که من همین چیه یاد گیرم گفته می اومدم 3-4 سال پیشتی همین افتاد کسب یکم گرفتگی اما یعنی که روزی شما دائم با فروختن گل‌های زیبا شام میشود؟ نه فقط روزها. پس اگر بگیریم یک سال همین 2015 برای شما چگونه سال بود؟ کریزیس. مثلا این کریز این سال تاثیر رسوند که 2013-14 کلینتام و آدم‌ها بسیارتر بود فعال میکردن. اوزی این سال کمتر آمده استند. به هر حال آدمایی که گل پدرکه میخوان کردن هستند. بیشتر کیها هستند مشتری ها یا خریداران این گل های زیبا؟ جوان ها و مردک های کلونسال و زنک هم هستند که بعضا با رفیقشون گل میگیرن. در همین سال 2015 چی حادثه بود که در یاد شما مانده است؟ حادثه خاطرمو. برای من یک چیز عجیب است. یک مرد که بود سالهای پیشتر هر روز شب می اومد یک دونه روزه میگرفت میرفت. همین سال چی سالی است که نمیدونم مهرش کم شد پولش کم شد یک هفته با یک بار یک مدت 2 بار اومد است. خود شما برای دلداده‌تون چگونه گل تحفه میکنید؟ حالا من دلداده ندارم. کاری من فقط گل فروشی و مشق است. یعنی شما ورزشگر هم هستید؟ بله چی مشق میکنید؟ پیش من تکواندو مشق میکردم و حاضی نمودی نوی کودو تشکیل شدگی در تاجیکستان من همون نمودم مشق میکنم. بعضی آدم‌ها هستن که میبیاد مرا در زال میبیند مشق میکنم شب و شب کردم. بعدی و گلخری میبینن که مرا میبیند خیرون میشوند که آدم ورزشگر گل میفروشد. از صحبت با شما قریب فراموش کردم که دستگل مادرم رو گرفته روم. شما شاید دستگل رو آماده میکنید؟ بله تیار کرده میتونم. انا گلدسته شما تیار شده خواجم. مرحمت. بسیار گلی زیبا. گلدسته زیبا نیخترش. تشکر و خدا کند که در سال نو خریدارانی گلی مغازه شما به شمار باشد. رحمت. تشکر زیاد. شما دیدم پاچه آمده استید.